سلام بینندگان گرامی، صبح بخیر. برنامه نوید بامدادی از اداره مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 6 آگوست و ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان تقدیم می کنم. امروز وکیلان هر دو پالاتای مجلس عالی یعنی پارلمان تاجیکستان اجلاسی مشترک برگزار نموده زمان انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان را معین می کنند. این ششمین انتخابات پرزیدنتی در دوره صاحب استقلال تاجیکستان خواهد بود. پرزیدنتی تاجیکستان به مدت 7 سال انتخاب می شود. داوطلبی کرسی پرزیدنتی باید کمش 10 سال در تاجیکستان زندگی کرده باشد، زبان دولتی تاجیکی را داند، معلوماتش عالی و خود حداقل 30 ساله باید باشد. انتخابات گذشته تاجیکستان 6 نوامبر سال 2013 دایر شده بود. در این انتخابات امام علی رحمان پیروز آمد. او از سال 1992 جمهوری تاجیکستان را راهبری میکند و یکی از نامزدهای اساسی به کرسی پرزیدنتی به حساب می رود. در دوام نزدیک به 28 سال رهبری پرزیدنت امام علی رحمان چندین دفعه قانون انتخابات تغییر یافت و امکان داد رئیس جمهور بدون محدودیت در سر قدرت باقی بماند. سازمان‌های بین‌المللی ناظر انتخابات معرکه‌های انتخاباتی تاجیکستان را آزاد، دموکراتیک و عادلانه اعتراف نکردند. تفصیلات اجلاسی امروزه پارلمان را در نشرهای بعدی پیشکش شما خواهیم کرد. شماره قربانی‌ها از ترکش روز 4 آگوست در شهر بیروت پایتخت لبنان تا 138 نفر افزایش یافت. مقامات لبنان از جراحت برداشتن 5000 نفر خبر می‌دهند. احتمالی افزایش شماره قربانیان نیز هست. سروزیر لبنان حسن دیاب میگوید در انبارهای بندری لبنان 2750 تن نیروهای مینرالی به ویژه نیترات امونیوم چند سال این جانب نگهداری میشد. به گفته مقامات همین مواد باعث ترکیش شده است. در همین حال امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به مردم لبنان بنابر ترکش مدهش در بیروت اظهار تسلیت کرد و به جراحت برداشتگان شفای کامل خواسته است. امام علی رحمان بنابر انفجار بزرگ در بیروت به پرزیدنت لبنان میشل آون برخی تسلیه ارسال کرد. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت گزارش می‌دهد خبری به عمل آمدن ترکش در بندر بیروت که موجبی به هلاکت رسیدن تعداد زیاد شهروندان، آسیب دیدن هزارها نفر و خسارات بزرگی ماده گردید باعث حزن و اندوه عمیق ما گشته است، اظهار داشته است امام علی رحمان. شبانه روز گذشته در تاجیکستان 42 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان از 30 اپریل تا 5 آگوست در کشور شماره گرفتاران کووید 19 به 7625 نفر رسید و از این بیماری تاکنون در مملکت 6399 نفر و یا 83.9% گرفتاران شفا یافتند. در این مدت 61 نفر از این بیماری جان باختند. کارشناسان مستقل به درستی آمار رسمی دایر به مرگ و میر از کووید 19 و سرایت آن به بیشتری آدمان شبهه دارند و میگویند ممکن شماره فوتیدگان و گرفتاران از آمار رسمی بیشتر باشد. شرکت سامان ایر با یک پرواز چارتری مسافران را از قزاقستان به تاجیکستان آورده است. در این باره سفارت تاجیکستان در قزاقستان روز 5 آگوست اطلاع داد. در این پرواز 190 شهروند تاجیکستان از قزاقستان بازگردانیده شدند. از زمان خروج پاندمی و قطعی پروازهای بین‌المللی در 20 مارس پروازهای منتظمی بین‌المللی به تاجیکستان از جمله از روسیه بسته باقی میماند و برای بازگردانی شهروندان پروازهای چارتری انجام داده می شود. مقامات در تاجیکستان میگویند به این مقصد شماره پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان تا 14 عدد در یک هفته افزایش داده شد. شبانه روز گذشته شرکت تاجیک ایر در یک پرواز چارتری مسافران را از یکاترینبورگ به تاجیکستان آورد. وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 5 آگوست اعلان کرد که خوانندگان باید با نقاب و محلول‌های طبی به درس حاضر شوند و هنگام تحصیل فاصله جسمانی و یا دوری از یکدیگر را رعایت کنند. تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان روز 17 آگوست امسال آغاز خواهد شد. هر سال تحصیل در روز 1 سپتامبر آغاز می شد. امسال به دلیل آنکه ماه اپریل پیش از اعتراف موجودیت کرونا ویروس خوانندگان را به تعطیل اجباری فرستادند، حالا بروقتر به درس
حاضر می شوند تا از برنامه‌های تعلیمی دور نمانند، گفته است وزارت معارف. تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگر تعلیمی فاصلوی خوانندگان را تجربه نکرد. ترتیب نوی اشتراکی محصلان را در مکتب‌ها وزارت معارف در هماهنگی با ستاد جمهوریوی مقابله با کووید 19 قبول کرده است. سند روز 5 اوگوست در سامانه وزارت نشر شد. به گفته وزارت معارف و علم، ترتیب نو از پهنشوی بیماری همگیر در بین خوانندگان به خاطر پیشگیری نباید مایه نگرانی خوانندگان و والدان باشد. سنجیدن حرارت خوانندگان هنگام وارد شدن به مکتب، پاکیزه کردن دستان با محلول بی‌ضررگردانی، تازه کردن راهرو و حاجتخانه ها با محلول خلال پس از هر بسته تعلیمی از قاعده های نوی است که بنابر پاندمی کرونا ویروس از سال نوی تحصیل باید در مکتب ها جاری شود. حالا در تاجیکستان بنابر پاندمی محدودیت خاصی وجود ندارد، اما برای نداشتن نقاب طبی، پهن کردن بیماری خوفناک سرایتی و نشر اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس نو جزا و جریمه تعیین شده است. و رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. در حالی که روابط ایالات متحده آمریکا و چین رو به سردی نهاده است، واشنگتن تصمیم گرفته است استفاده از فناوری‌های چین را محدود کند. روز 5 اوگوست کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو گفت ایالات متحده کوشش خواهد کرد که استفاده بعضی ضمیمه‌های چینی و خدمات مخابراتی این کشور را منع کند. او فناوری‌های شرکت‌های چینی زیر حمایت پکین را تهدید به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و تهدید به معلومات خصوصی شهروندان آمریکا ارزیابی کرد. پامپئو افزود ایالات متحده آمریکا یک عده فناوری‌های بیرون از باوری شبیه ضمیمه تیک تاک و ویچت را منع می‌کند. این ضمیمه‌ها قبل از فروش در تلفن‌های چینی جای داده شدند. آخر ماه گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با اشاره به نگرانی‌های امنیتی دعوت کرده بود استفاده ضمیمه تیک تاک که در آن نوارهای ویدیویی جای می‌شوند در سراسر آمریکا منع کرده شود. بعداً ترامپ گفت اجازه می‌دهد که تا 15 سپتامبر شرکت مایکروسافت آمریکایی امکانی خریداری تیک تاک را بررسی کند. پس از برخورد مهاجران با نیروهای روسگواردیا در ناحیه بلشای چرنیگوفکا در ولایت سمر روسیه 3 نفر از آنها بازداشت شدند. در این باره الکساندر سوموف رئیس این ناحیه به آژانس خبری ریا نووستی خبر داده است. روز 3 اوگوست در نزدیکی سرحد روسیه با قزاقستان در ولایت سمر میان مقامات انتظامی و مهاجران تاجیک، ازبک و قرغیز برخورد به وجود آمد. مهاجران در این موضع که مدت‌های طولانی انتظار گذشتن مرز هستند. با اطلاع خبرگزاری ها این مهاجران میخواهند به وطن برگردند، ولی مرز قزاقستان به سبب کرونا ویروس بسته است. مهاجران در روی دشت خیمه ساخته دیر باز تلاش دارند که آنها را برای بازگشت به وطنشان اجازه دهند، ولی قزاقستان مرزش را هنوز باز نکرده است و مردم میخواهد سدی مرزبان ها را شکسته گذرند. زد و خورد مهاجران با مقامات حفظ حقوق که ویدیویش در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند با دخالت نمایندگان روسگواردیا فرو نشانده شده است. در همین حال آیبک اسمدیاروف نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفته است که قرقیزستان از آنها درخواست اجازه عبور به مهاجرانش را کرده است. با گفته وی روزهای 4 و 5 اوگوست به 2435 شهروند قرقیزستان اجازه عبور داده شده است. اسمدیاروف افزود 2200 نفر ازبکستانی توسط قطار به ازبکستان برده خواهند شد. مقامات تاجیکستان در این رابطه هنوز اظهار نظر نکردند. از آغاز پهنشوی ویروس بسیاری از مهاجران در روسیه بیکار و بی درآمد ماندند. قسمی از آنها تصمیم گرفتند که با هر راهی ممکن خود را به وطن رسانند. از فصل بهار به این طرف در مرز روسیه با قزاقستان مداوم شهروندان تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان جمع میشوند، اما به آنها تنها با دخالت حکومت‌های کشور اجازه عبور داده می شود. در تاجیکستان روز 5 اوگوست ساعت 13:18 به وقت محلی زمین لرزه با قوه 4.9 با شکل ریختر به قید گرفته شده است. طبق معلومات خدمات گئولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکز زمین جنبی 6 کیلومتر دورتر از جماعت چیلگزی شهر ایسفرای ولایت سوخت تاجیکستان معین شده است. در شهر دوشنبه زمین لرزه احساس شونده نبود. درباره آسیب دیدگان و خرابی ها از زمین لرزه معلومات داده نشده است.
چین مهلت پرداخت 40 میلیون دلار قرض تاجیکستان را در رابطه با مشکلی مالی با وجود آمده بر اثر کرونا ویروس به تأخیر انداخت. در این باره معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان عبدالرحمانزاده خبر داده است. با گفته وی چین وضع مراکب اقتصادی تاجیکستان را در رابطه با پاندمی کرونا ویروس به نظر گرفته مهلت پرداخت آن را تمدید کرد. پیشتر وزارت مالیه کشور گفته بود قرض عمومی بیرونی تاجیکستان در نیم ساله اول سال 2020 3 میلیارد و 96 میلیون دلار را تشکیل می دهد. بیشتر قرض تاجیکستان و یا 36% آن با اکسیم بانک چین راست می آید که با 1 میلیارد و 133 میلیون دلار برابر است. خوبادبک بورونوف سروزیر قرغیزستان در یک نشست خبری روز 5 اوگوست گفت که تعداد گرفتاری به کرونا ویروس در کشورش کم می شود. گرفتاران کم، شفا یافتگان بیشتر می شوند. این نشان دهنده خوب است. در 14 روز اخیر ثبت حالت‌های نو 39% کم شده است، اما کسی کفالت نمی دهد که موج دوم برنمی خزد، با اینکه مشکل بسیاری از کشورها روبرو شدند، گفت بورونوف. و افزود که چاره‌های پیشگیری کننده را کشور تقویت می‌بخشد و تیر ماه ضد زکام و دیگر بیماری‌های راه نفس به ساکنان واکسن می‌زنند. سروزیر قرغیزستان گفت حکومت کشورش دارو و دستگاه‌های لازم را نیز خریداری کرده است. فعالیت برخی از بیمارخانه‌های موقت در شهر بیشکک تعطیل شدند. بنابر وضعیت 5 اوگوست در قرغیزستان در تمام دوره ورود کرونا ویروس به این کشور 38110 حالت گرفتاری و 1438 حالت مرگ از این ویروس ثبت شده است. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است، 1 دلار آمریکایی 10 سومانی و 31 درم، قرب 1 یورو 12 سومانی و 22 درم معین شده است. ارزش 1000 روبل روسی 140 سومانی تعیین گردیده است. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما تا امروز تقدیم شما می شود. ما را همراهی کنید.